وقتی غذا در لانه زنبور عسل کمه، قحطیه و همچنین نابرابر توزیعش توی کندو، دیدن زنبورها ریسک‌های بیشتری میگیرن و به سمت گلایی میرن که ممکنه تو شهد باشه، تو شهد نباشه. در مقابل وقتی کندو پره و خوب توزیع شده، منطقی صبح میشن میرن گلشون رو میچینن برمیگردن. همچین بی‌محابا بی‌گدار به آب نمیزنند. و در واقع خیلی‌ها میپرسن که آخه ببین تو که فقر داری، بدهی داری، اینقدر گرفتاری، چرا یه دفعه رفتی تو کار قاچاق؟ این کار خطرناک چی بود؟ چرا تقلب کردی تو امتحان؟ چرا این کار مالی غلط رو انجام دادی که باعث سرنگونی خودت و خانواده‌ات شد؟ چرا آینده نگری نکردی؟ چرا نگفتی گیر میافتی؟ این مخ چه ایرادی داره؟ من بیام ببینم این ایراد مخ تو چیه؟ بعد دیدم خیلی از مواقع مخ ایراد نداره. وقتی شما در شرایط نابرابر قرار گرفتی و منابعت کمه، مثل اینکه سیستم مغز اینجوری ساخته شده که تصمیمات تکانه‌ای میشه. تصمیمات ابلهانه میگیری به این امید که اومدیم و شد. اومدیم و موفق شدن. پس این میتونه توضیح بده چرخه بدی رو که کشورها توش گرفتار میشن. نابرابری افزایش پیدا میکنه، فقر افزایش پیدا میکنه، خویشتن‌داری میاد پایین، نزاع خیابانی میره بالا. بعد در کنار اون آینده نگری میاد پایین. دیگه نمیتونن برای آیندهشون برنامه‌ریزی کنن. چون برای آیندهشون نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، منابعشون بازم به باد میره. برای این چرخه همینجور میره پایین و میره پایین.